السلام علیکم بیننده‌های ارجمند. برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان منظور شماست. امروز ما صحبت خود را ادامه می‌دهیم با استاد ارجمند عبدالشکور نظرف، دکتر علم‌های اقتصادی، پروفسور، ارباب شایسته علم و تکنیکی تاجیکستان، استاد دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد قاسمی در برنامه ما حضور دارند و ما در برنامه قبلی گفته بودیم که ما همراه استاد بازم در قسمت دیگری برنامه در مورد علم صحبت میکنیم. استاد خوش آمدید میگویم بار دیگر. در مورد قسمت اولی برنامه ما بیشتر از جوانی شما، از ایام طفولیتتان، از ایام کودکیتان صحبت کردیم و میگذاریم در قسمت دیگری برنامه ما میخواستم صحبت امروزی ما اطراف علم باشد، اطراف آموزش، اطراف مناسبت های ما با آموزش. استاد راه علم دشوار است و واقعا ما گفتیم که دشوار است، اما برای چی مثلا شما دیدی دانسته انمی راه علم رو انتخاب کردید؟ من در آغاز برنامه حتی گفتم در قسمت اولی برنامه اول که شما میتونید یک صاحب پولی بسیار موفق هم شوید، اما مشکل است رو برای خودتان انتخاب کردید. برای چی؟ من یک شعار دارم که میگه دانشته ماندگی دو شعار دارم. یکم شعارم روسیش بنویسم اصلی نیت کتا، یعنی اگر من نباشد پس کیم، یعنی این کار رو یعنی اجرا میکنه. دویم شعارم هست که من بر کتاب قید کرده بودم، یعنی و گذشته من یک با افتخار نگاه میکنم، با آینده یک با اپتیمیسم نظر میکنم. یعنی گذشته چی که نباشد این یا قسمت های موفقش بود و لازمیش بود و برای همین برای روح بلندی گاردس میگن کرده، یعنی به خاطر میبیارم و آینده چی که نباشد، در کدام راه که نباشد، یعنی اپتیمیزم شدند که راه های، یعنی میگن که هر کیم یک فکر دارد، یک آینده بینیش خود را دارد و برای نویل کردن این بینیش خود یعنی چون رفتار کند، یعنی همه وجودیت خود را به وی روانه کردن در کار است. اکنون هر یک کار اگر از یک مناسبتی عاقلانه چقور و وسیع مناسبت کنید، البته وی به موفقیت نائل میگردید. برای همین هم من کوشش میکردم، یعنی نمیدونم چه خیلی که از ایام کودکی من یعنی میخواستم به علم روم، یعنی خوانش را دوست می داشتم، خواندن را دوست می داشتم. در کودکی من فکر می کردم که من از اونیورسیت مسقط مناسب 28 آشیانه و گشتیم، خواندستیم. این در خواب دیدن ممکن بود. و از این بچه های فانتازیش هست، یعنی فانتازی که مثلا بعد بچه ها می گوید که من کسمونافت میشم، می گوید یکی دیگر رو می گوید که من یک چی میگوید مهندسی بقوت میشم، میگوید دیگر میگوید که من کارخانه‌چی میشم، سومش میگوید که من مراجع فروش میشم، میگوید یعنی هر کی وی خودش از یک خواهش و بینش خودش در آینده، لیکن وی از در وی گذشت وقت و یعنی دوره‌هایش البته دیگر شناش ممکن، چون حیات آدم با این یا اون راه رفتنش هر دفعه یک برای نو دعوت کردنش ممکن، یعنی که خودتون یک راه نوش اختراع کردن ممکن که نسبت به خودتان که کدام رو شما یعنی به نویل کردن این بینش خود یعنی وادار می شود. این به البته من حاضر در جوانان می بینم که آنها علم می خوانند، لیکن مقصدی و بسیاری کاشه در افسوس که برای گرفتن فقط دیپلم. من شاید من خطا کنم در اینجا، لیکن من شاگردا دارم، شاگردا و من میبینم که کتابشون یعنی نظم میخونن. البته هر یک گروه به 3 تا 4 تا 5 تا نظم خوندگیش، یعنی آنها مناسبتش به این دیگر من از سال گذشته یک ماجستراند من راهبری کرده بودم و خیلی دانا بود، فکرانیش منطقی بود و من خواستم که وای علم برود، لیکن یک فرزند که بود حاضر در
پرکتیک میشن که عملی در عملی یعنی کارخانه کارکرس است کارش نفس خود است و دانش را اگر دانش همونجا جاری کند البته و در همون ساحه موفق میشد. استاد من شما دو نکته رو پرسیدنی هستم. اول تو فرصتی یک نکته رو شما که معلوم است که حیثی رهبر علاقه یک چند شاگردان زیادی را زیر رهبری شما کارهای علمی خودشان را حمایت کرده نامزدهای علم دکترهای علم شدن و من یک نکته رو پرسیدنی هستم ذوق امروزه مثلا آنهایی که برای علم میروند واقعا هم برای تحقیقات یا دریافت حقیقتی علم هست یا مثلا تنها یافتن مقام که واقعا اگر تو که فرض کنیم نامزد علم شدی یا دکتر یا دکتر علم شدی معاشت زیاد شد شرایطت بهتر شد مناسبت اصلا چگونه است استاد امروز چگونه مشاهده میکنید؟ یک سوال حال جناب اینجا چون که برای راه علم برفتن کش آنها باید دانند که پیچتاب علم رحمت اکادمی محمد عاصمی وقتی که ما هم در دوشنبه زیستم در اکادمی فن‌های کار میکرد فعالیت میبردم و اون کس پسرم گفته و میکرد یک بار درس بدن آمده بودن فلسفه درس میدادن گفتن که علم این یک کوه است که شما باید اونجا از پیچتاب کوه شما باید از سنگ ها دست ها تراشیده برآورده تانید یعنی بنابراین شما همین به تیار شدن شما در کار یا اینکه دیگر به شما بود بنا حاضر وگان رفته ایستاده است شما خلاص که کوشش کرد قبیل نتون همه علم قبیل گرفتن در کار برای این اول تربیه انسان به علمگری روانش در کار اگر که اساسی علم آینده هر یک شخصی می باشد به فکر من چون که علمتان باشد هر کار شما به آسانی یاد میگیرید یعنی البته من البته و حاضر تا این من 13 تا نامزد علم تیار کردم دو نامزد دکتر علم تیار کردم دکتر علم برای رشته اوکراین بود غیر از این نامزدها دوتاش از خارج بود یک از سوریه عرب بود دیلا دویمش از چین بود دان خوایبین لیکن از اسپیرانت ما از چین یک مناسبت جدی داشت به علم اگر من یک مسئله رو زده چتیم و کوشش میکرد که 100% اضافه و اجرا کرده بیاید این من البته ما وقت رهبری میکرد که باید با مناسبت دیگر پیدا کنم یعنی باید با چقدر آموزم اگر باید اجرا کردن بیاید شما میگوید که اول با باید مستحکم کردن در کار و مسئله مستحکم در کار برای گذاریش به دیگر مستحکم به دیگر حل دیگه مسئله. تشکر استاد. سوالی دیگری که من میخوام پرسم شما یک اشاره کردید که یک شاگردم بسیار دانش خوب و فکرانی منطقی خوب داشت اما به کار استحصالی رفت و میتونست یک عالم خوب شود. استاد به اندیش شما آیا نفری که بیشتر با نظریه ارتباط دارد میتواند یک منیجر خوب شود در استحصالات و اون نفری که مثلا برعکس میکنیم واقعا منیجر خوب است که در استحصالات میتواند یک نظریه خوب هم شود؟ البته اونجا اون دانشی که دارد یا یکی تفکر منطقی که دارد و در کارش اگر اجرا کنه البته موفقیت های چی میگه دوره به دوره میگیرد این قانونی این دیالکتیک این خواهیم نخواهیم میشود و چون هر کدام درجه که نباشد و دانش خود را استفاده میبرد ثانی این دو چیزی از عملیات به نظریه میگن از نظریه به عملیات میگن این علاقه زیچ دارد و البته وقتی که نظریه خود را به عملیات یعنی جاری میکند و در آنجا نظریه خود را بای میکند. بله استاد تشکر. بیننده ارجمند در صحبت ما حضور دارند استاد ارجمند پروفسور عبدالشکور نظرف دکتر علم های اقتصادی و همراهی استاد در مورد علم صحبت داریم و همزمان یک نکته را گفتنی هستم که با ابتکاری استاد با تشبث استاد که خود یک نبیری یکی از شخصیت های بسیار بزرگی قول خوجند هستند از نبیرگان شیخ محمد سلطان معصومی خوجندی که واقعا نفرانی هستند که در
ساحه علم الهیات و عموما در معرفی در پایه‌گذاری این علم بسیار خدمت‌های شایسته کردند و تأسیس کتابخانه این شخصیت بزرگ در خانهشان در شهر خوجند واقعا یک بسیار اقدام خوبی هم گردید که در افتتاح آن رهبری ولایت نیز توجه و دستگیری نموده، اشتراک کردند در آن چاره‌بینی. واقعا یک چاره‌بینی بسیار خوبی، نوید خوبی فرهنگی هم بود. استاد عزیز، من می‌خواستم همین نکته را از شما رو ادامه منطقی همین مسئله رو پیش هستم. کدام عامل بود، کدام مقصد بود که شما واقعا گفتید که این کتاب‌ها رو ما احیا می‌کنم؟ یعنی حتی اندیشه هست، چند صحبت‌ها گفتید که من می‌خواهم انا همون اثرهایی که بابایم نوشتند به زبان عربی بود، من می‌خواهم به حروفات کریلی به زبان نوبی تاجیکی ترجمه کنم، چون اون اثرها بسیار مضمونی بلند دارند، ارزشی بلند دارند، اما برای اون نفری که صاحب این زبان نیست گویم نافهمون میمونه، ضعیفی میکشد. بله. من از کلی که کتاب خواندن یا کتاب خریدن رو دوست می داشتم. از همون ایام مکتبی من حالی قطع کردم که من کابینت کنسرواتوار کار میکردم و در مبلغی که من اونجا کار میکردم هم خانواده رو هم یک قسمش هم برای کتاب خریدن روانه میکردم. از همین دوره ها من تا همین دوره تا امروزه تا یعنی کشادن کتابخانه 8000 کتاب یعنی جمع کردم. 8000 کتاب این یک چه میگوید بویگری اولادم بود. بابای بزرگ من، اسلام شناسی بزرگ جهان، شیخ محمد سلطان معصومی خداونده که پدری مادری من می باشند، آن کس هم 8000 کتاب داشتن، نسخه یعنی تعداد کتاب داشتن و زیاده از 200 اثرش از آن خودشان بود. من واشنگتن بروید یا لندن بروید در کتابخانه کتاب‌های آنها که حاضر اینترنت بدارید، شیخ محمد سلطان معصومی گفته انگلیسی، روسی یا عربی نویسید، همین قدر کتابشان میبراید. این هم باشد میگوید که یعنی آن کتاب‌ها راه خود را یافتند، یعنی درجه لوازمات خود را یافتند، آنها خواننده خود را یافتند. برای همین من برای احیا کردن نام این بابای بزرگوار همین کتابخانه رو کردم که یعنی اول من خواستم که فقط نام بابام به شیخ محمد کتابخانه به نام شیخ محمد سلطان معصومی خوجنده، لیکن از وزارت فرهنگ و کردند که پیشنهاد کردند که اگر از بس که سرتیفیکات به نام شما نوشته که کتابخانه نظر بهتر میشد که با دو نام بکنید. از این رو البته حاضر کتابخانه با نام شیخ محمد سلطان معصومی خوجنده و پروفسور نظرف مانده شده. در آنجا ما حاضر در عین حال زیاده 150 خواننده دارم، خواننده یعنی دائمی دارم. خیر از این اینترنت کتابخانه هست. اینترنت کتابخانه رو من کوشش کردم که با 3 زبان شود، هم تاجیکی، هم روسی، هم انگلیسی. یعنی در آنجا در صفحه اولش 3 بیرق هست، یعنی بیرق تاجیکستان، بیرق روسیه و بیرق آمریکا. کدامش اگر شما پخش کنید اگر همون با همون زبان یعنی این یا آن اطلاعات میبراید. در این دم البته بعضی روزهای هست که از 20 کس زیاده میدارند به یعنی اینترنت، یعنی اینترنت سایت کارخانه که سامانه کتابخانه، از آنجا البته با اطلاعاتی که هست برخوردار میشن. و حتی در یک صحبت هم گفتید که برای آن محققانی که جوان هستن و از نواحی دوردست که می آیند، حتی ما مثلا کوشش کردن برای آنها یک جایی نیست تیار کرده باشم توانند که آنها آنجا بوده حتی گوییم تحقیقات خودشان در یک محیط بسیار فراهم گوییم آموزند، یعنی برای خوانش آنها نیز یک شرایطی نیز مهیا شده است. درست گفتید. و من خودی برنامه کتابخانه از 2 قسم عبارت است. یکمش یعنی 60 جای نشست داریم برای مطالعه کتاب خواندن جوانان، کیم که نباشه جوانان کلان سال ما اینجا محدودیت نیست است، یعنی 30 سال محدودیت نیست است. دوم یعنی برنامه ها من یعنی از مکتب ها من کوشش کرده
یک جوانان بالایاقته که از جد اقتصادی تنقسیم میکشن، یعنی با مرور زمان آنها در دانشکده دانشگاه‌ها با راه یعنی کانترکت یعنی و خواندن شرایط ندارند و آنها را البته من چی میگه حقوق تست گذرانده فهمیده همه حجت‌های دیگه که حقیقتاً و ها کامبیزات هستند و اونجا از 10 کس تا 15 کس ما جمع میکنیم و جمع کرده به آنها همه استادان از من سر کرده همه رایگان یعنی درس میگذارن، یعنی درس گذاری از بعد این یا اون کلاستریکی و ما کوشش میکنیم فهمیم که خواهشش یعنی کدام فن به یا کدام اختصاص به بسیار توجه دارد و از همون کلاسترها میسازیم درس میگذاریم و من یک فکر کردم که اگر همین خیلی جوانای ما از ناهای دور دست بیان خیلی وقت آمده می روند، دو تا خانه کرده ماندیم، یک تاش برای دخترها یک تاش برای پسرها، یعنی اگر دختر و پسر بیان اگر هر دوشان علاوه، اگر پسرها پسر باشن علاوه، دخترها باشن هر دوش به جا میشن. غرض همه شرایط مهیا هم یعنی اینفراستراکچور و خانه همش مجبور مهیا کرده شده است. تشکر. واقعا فکر میکنم این یک اقدام بسیار خوبی است در راه آموزش علم و همچنین همون زمانی که شما استاداتان برای شما اینقدر گوییم راهنمایی کردند و دستگیری کردند، حتی همون مکتوبی استاد با اکادمی باباجان غفورов قهرمان تاجیکستان برای شما نگاه کنید که مثلا هنوزم این یک نمیدونم یک احساسی که شما نقل کردید اینقدر مرا احساسی گوییم افتخار از این گوییم چی فرا گرفت که واقعا نگاه کنید در همه حالت برای جوان اونی که مثلا در راه تحقیق پژوهش علم است این یک بسیار تربیه و همچنین راهنمایی بسیار بزرگ است. استاد من یک نکته دیگر رو در مورد چون برنامه صاحب دلان این پیش از همه مصاحبه صحبت و همچنین بازگشایی چهره آن نفری که در برنامه اشتراک می‌کند و همیشگی من یک بیت مولانا رو بسیار دوست می‌دارم خواندنش، میگه که 1000 ساله هست از تو تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا به حد انسانی و اینقدر مقام انسان رو مولانای بلخ بزرگ بالا برداشته است و با اندیشه شما وظیفه انسان بودن در زندگی اومد در حیات، چون به دنیا اومد به حکمت نیست، چون عمر دید به حکمت نیست و از خودش یک میراث میگذاره، اما همین در فرصتی بودنش مثلا پیش از همه کدام وظیفه رو بر ذمه خودش دارد که واقعا همین به نام انسان بودنش موافق باشه. درست گفتید الهام جان. من وقتی که هر یک انسان به دنیا می‌آید باید ارزندگی انسان را با مضمون تامش یعنی به خود جلب کند یا به خود یعنی آن را قبول کند، شناسد و هم آن را در تاریخ و چی میگه تبدل یعنی مکمل کند، چون آنچه که یک خیلی استاد و عمرش کوتاه هست و باید یعنی افزودنش در کار، انکشاف یافتنش در کار، مکمل شدنش در کار این یا اون باشه. برای همین البته به هر یک انسان یک کمین اول انسان با مضمون تامش باشد، یعنی و هم تربیه یافته، هم عاقل، هم دانشمند، هم به هر یک کسی کمکی هم مادی عملی رسانده تواند، هم به این یا آن واقعی که پیداشت ماند بی‌طرف نماند به حل آن، یعنی کوشش کند که سهم خودش رو گذارد اونجا. البته اینها این عامل ها برای انسان به مضمون تام شدن البته این یعنی تاثیر میرساند. غیر از این برای انسان تاثیر شدن البته جوانان باید تربیه رو از خانه یعنی از حولی باید از والدین باید سر کردنش در کار که والدین من خیلی گفتم پدر بزرگوار مادر مهربان خیلی باید تربیه میکردن در عائله، یعنی مهنت دوستی، دانش آموزی، غیر از این و یک کس دست عملی یاری دراز کردن. من این خیلی چیزها را از همونجا
یعنی سر کردن و دوام می شود در کودکستان و در مکتب ها، در دانشکده ها، دانشگاه ها سر کار چکی من آنچه که پیشتر بود آدما نمیخوندن همه تربیت در عائله بود. امروز که آدما همش میخوند کار میکنند، البته قسم دیگری وقتی آنها تربیت جامعه رو میگیرند. این تربیت جامعه البته برنامه های که شما سیمای مستقلیت میگذراند، این یک برنامه های خیلی پرمضمون. ما در هر صحبت ها یک بحث می شود، یک یادآوری می شود که این خیلی های پروگرام هایی که البته برای یعنی انسانیت سهم خودش برای ارزندگی ها را هم قبول کردن، هم احیا کردن، هم یعنی آن را مکمل کردن یاری کلام میرساند. بله تشکر استاد. چون سخن در مورد انسان را در انسان ها بیشتر کدام خصلت رو میپذیرید و همچنین برای دیگران تلقین میکنید، مخصوصا برای شاگردان که واقعا همین خصلت شما رو خوشبختی هر دو عالم رو میبخشد؟ یک کمش البته در هر یک انسان باید یک مهنت دوستی، دانش گرفتن، یعنی نکوکاری هم مادی هم معنوی. غیر از این یک مقصد گذاشته به همه قوه خود را به آن روانه کردن. این غیر از این اگر یاردم کرده نتواند ضرر نرساند. این و ها رو من میپسندم. من آنچه که اون آدمایی که تنبل هستند، دروغ میگویند، یعنی که خانه‌اش را دوست نمیدارند، یعنی که به یک کس دست یاری نمیکنند، غیر از این در یک حالت ها باشد اونها یعنی بی‌طرفی میکنند، پیدا میکنند. این البته اینها رو من نه معقول میدارم، نه به یک کس یعنی تفسیر میدیم. بله تشکر. استاد عزیز، من یک مسئله را از شما پرسیدنی هستم. راستی من در چند صحبت‌های پیشین هم عموما وقتی از همین انسان‌هایی که واقعا هم صاحب دل هستن همین مسئله رو پرسم، میگن که این درد است، میگویم به اون زخم اون نمک پاشیدید، گاه یک احساس خودشانه. سخن درباره تغییر خوردن ارزش‌ها. امروز ما احساس میکنیم که ارزش‌ها تغییر خورده شده است، یعنی ما از سوی ارزش‌های معنوی بیشتر به ارزش‌های مادی توجه کرده ایستادیم. مثلا فرض کنیم استادش میگم استاد من دعوت میکنم به یک منزله، میگم که ببینید اینقدر خانه زیبا پوشیدم، به به اینقدر خراجات زیاد، قبول. اما من بسیار میخواستم در برابر جیوان‌های و گوییم انواع آرایشات اینقدر زمانوی، من میخواستم جیوانی کتاب ها رو بینم، قطار آن گوییم آن آرایش ها. اما متاسفانه ما چون خانه میسازیم همیشه کتاب خانه رو فراموش میکنیم. آشخانه رو میسازیم استاد، اما کتاب خانه از خاطر میره. چرا ارزش ها تغییر خورده است؟ من این اول مثال خود عائله میشود که عائله چگونه زینه بزنه در زمان معاصر از گذشت تاریخ خود را درست احیا نمی کنند، یعنی تاریخ حیات بری رو، تاریخ زندگی رو حیات نمی برند. پول این یک چرکی دست می گوید کلان سالا که می بیاد می رود، وقتی به آدم می ماندگیش اون معنویاتی که دارد، یعنی معنویاتی که به یک کش یعنی وی را قبول کند و میتواند دوباره سه بار زنده شود. این معنویات باید زنده شود، یعنی و یک ایولوسی خودش را یافتنش در کار. البته این به فکر من هر یک کس باید داند که امروز عمری که راه ماده گرفتن این عمرش کوتاه است، چون که اون کسانی که راه ماده رو میگیرن و هم میتونن هم قلاب شدن هم دیگرش همه راه ها را برای پول و خود تیار به همه کار. وقتی که در این حالت من تفسیر میکردم که اگر ارزندگی انسان رو 100% گویم، اگر از 3% رو به یعنی
ماده یعنی راه ماده دوز از دو قسمش رو به معنوی چون برای چی به ماده آدم باید خوراک آدم باید هر یک شخص یک لباس پوشی کند یعنی و مبلغ اون خدمات هایی که هست و کتونت برای البته پول لازم است لیکن نه همه چیز با پول یعنی مقایسه کردن ممکن است یعنی آن ارزش هایی که هست این ارزش های معنوی این ارزنده ترین خصلت انسان می باشد که ما باید همه وجودیت خود را به آن روانه کنیم. بسیار تشکر. پس برای همین تربیت ارزش و اصلا همین ارزش تربیت شونده است. اگر ها ما در کدام مورد در کدام سن سال برای کی چگونه در کدام حالت تربیت کنیم که واقعا بسیار یک راستی مثلا گاهو نفران کلانسال احساس میکنیم میگن که کتاب خواندن چی در کو پول حساب کردن یاد گیر زندگی پیش رود کفایه است معقول است اما مثلا بازم امروز میبینید فرض کردیم یک دولت خارجی رفته دیدید این ترقیات اون ترقیات مثلا میبینید که در کوچه ها مثلا در جیوان های شیشگی کتاب گذاشتند که اونهایی که مثلا میتونن بیمال گیرن رایگان خوانند مردم جای میرفتگی اولینشون کتاب یا حتی در با یک سفری تجارتی بس استانبول رفتم ترکیه یک روزی پنجشنبه بود اگر خطا نکنم در یک موضعی که بایزید میگوید در همون موضع گویم روزی فروش کتاب ها بود در یک میدان کلان به مثل حتی از ریگستان پنجشنبه کلان اینقدر مردم یعنی اویله ها زن و شوهر می آید فرزنداشون زنهاشون کتاب میخونند مثلا شوهرهاشون مثلا یعنی به جای مثلا بخچه مثلا غذا گرفته رفتن بخچه کتاب گرفته میرن خونهشون آنها چگونه این به این کار دست یافتند پس ما چگونه این ارزش رو تربیت کنیم واقعا که از ماده بیشتر معلوم است بسیار خوب گفتید که خوردن در کار قبول بین نمیشد این ببین حالت فیزیولوژی انسان باید کوشیدن در کار قبول اما عالم باطن رو کی تربیت میکنه این باز یک بار تکرار میکنیم که این از عائله میشود یعنی در عائله اگر خودی والدین خودشون یعنی دانش به باشن یا داشته باشن اگر گویم اگر البته فرزندها همون به تقلید میکنند همون به راه میرود وقتی که سخن درباره کتابخوانی میرود باز خبر میگوید این ژنتیک که بیام های اینجا عامل های ژنتیکی های ژنتیکی هست که به فکر من یک کسی گفتم بود که یک روز من وقتی که به یونیورسیته مسکو به نام ماروسوف داخل شدم یک خواهرم بدن رحمتی گفتن که این اوکای من حاجی بابای دویم میشد یعنی شیخ محمد سلطان معصومه به حاجی بابا یعنی وی قسم اساسی حیاتشان در مکه مدینه گذشتگی این به البته من وقتی سفر کرده بودم دیده بودم به خوابگاهشان رفته بودم آنها رو چی کرده لیکن آن دوران بابای و یا بابایم همه خیلی به توجهشون بودگی علم و کتاب به توجهشون بودگی این یک قسم ژنتیکی باشه دیگر البته کتابخوانی و حاضر هر خیلی راهاش های مثلا استاد یا اینکه کتابخوانی کنی بینام تو چی خونده معنیش به من گفته ده یعنی بابای کمک رسانده کار که و معنی کتابخوانیش فهمیده نشده فهمد اگر و راه علم بمیرد نباشد و راه علم نمیرد یعنی معنوی از معنوی دور میشد به فکر من بسیار تشکر استاد عزیز راستی فرصتی برنامه به پایان میرسد من در انجام یک نکته را از شما پرسیدم اون کدام مسئله بود که ما از شما نپرسیدم و شما می‌خواستید که اطراف اون یک چیزی گفته باشید خیلی به فکر من یک مسئله که امروز من به همه رساندنی که یعنی پند و نصیحت بسیاری جوانان نصیحت رو دوست نمی‌دارن افسوس که این دوست نداشتن پند و نصیحت رو ممکن نیست یعنی نصیحت آدم را از یک حالت به دیگر حالت آوردن میرساند یعنی اگر باید درست قبول کرده تواند اگر این را قبول نکنید که خودی چی میگوید باید
دوراندیشی هر یک کس باشد که دوراندیش یعنی نسبت به حیات، نسبت به دانش، نسبت به ترقیات علمی تکنیکی، نسبت به چگونه و امروز دیدن میخواهد، بینی شود در چیست و کدام یعنی هدف ها را حل کردن در کاری روانه کردن در کار که برای نوئل شده. این البته همه این وادار میکند که امروز باز دولت صاحب استقلالی خودمان را باید ما از جناب عالی سرکرده تا رئیس ولایت آنها کوشش میکنند که چگونه هر دفعه چی میگوید با این یا مقصدها رویه دانش و رویه اقتصادبری، رویه این یا عنصرها را یعنی ترقی دادن در کار است، مستحکم کردن در کار است. این به البته این به 50% به نمودگی نمی شود. البته این به این یعنی حالت ها یا که به این مقصد ها همه وجودیت خود را روانه کردن در کار است. بله استاد، تشکر استاد برای اشتراک و شرحی و پاسخ به سوال های برنامه. و بیننده ارجمند در صحبتی امروزی ما حضور داشتند دکتر علم های اقتصاد پروفسور ارباب شایستی علم و تکنیکی تاجیکستان، استادی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی، استاد عبدالشکور نظرов. برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم. اینجا فرصتی برنامه ما با پایان میرسد. راستی بیننده های ارجمند، من فکر میکنم از صحبت با استاد برای خودم یک بهره های تازه گرفتم، مخصوصا در موردی آن که امروز وقتی ما کاری را انجام دادن میشه همیشه آخر بین باید باشیم، چون همیشگی نتیجه نهایی را فکر کنیم. دانیم که مثلا آن مقصدی که امروز میگیریم پگاه حتما نتیجه خودش را میدهد. ارزش ها را ما باید خوب شناسیم. در مورد آن که امروز ما پول کار میکنیم البته، اما ما باید برای کتاب خریدن نیز باید مبلغ جدا کنیم. هرگز آن نفری که مثلا کتاب میخواند باری هم به مشکلی یا به ورطه هلاکت نافتاده است، به خاطر آن که علم همیشه مقدس است و انسان را کمالات میبخشد، مخصوصا کمالات باطنی که کمالات اخلاقی که آن سبب روشنایی باطنی میگردد. این برنامه در صحبتی صاحب نامود. خدا یار و مددگاری همه ما شما است. خیر.